بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی امروز. سرخط خبرها. در تاجیکستان حکومت الکترونی رشد خواهد کرد. مهاجران چگونه در انتخابات پارلمانی شرکت خواهند کرد؟ سرباز نجم‌الدین قیومов قصد خودکشی نداشت. نقش مقامات کادری در رشد حکومت الکترونی و مسائل زبان کارگزاری مقامات دولتی و رعایت قاعده‌های املای زبان تاجیکی دیروز در دوشنبه بحث و بررسی شد. بنا به اطلاع خبرگزاری خاور در این هماندیشی، ماهیت و وظیفه‌های اساسی حکومت الکترونی بحث و بررسی شد. کارشناسان تاکید کردند که حکومت الکترونی یا دولت الکترونیک افزاری برای ایجاد پیوند میان نهادهای کشورداری و شهروندان برای آسانسازی دریافت خدمات عمومی است. از آنجایی که وبگاه‌های نهادهای کشورداری روزنامه‌های الکترونیکی آنها شماریده می‌شوند. فرض کنیم از مدل‌های حکومت الکترونی اگر صحبت کنیم که عبارت است از حکومت به حکومت، حکومت به شهروندان، حکومت به بیزنس، اگر همین به حکومت به جمعیت، اگر از این مدل ها گیریم، هر کدام همین مدل ها یکم الیمنت خودش رو در تاجیکستان امروز دارد. البته لایحه هایی که تطبیق شده اند و تطبیق شده ایستادند بیشتر با توجه بسیار به مدل اولش، یعنی حکومت به حکومت دادند که امروز فرض کردیم شبکه نوری نخی بین مؤسسه های دولتی در شهر دوشنبه وجود دارد که از دو دوره، از دو زینه عبارت بود. از سال 2005 آغاز گردید. در دوره اول 17 یا 18 مقامات رو با هم پیوند میکرد، مؤسسه رو. حاضر باشد در دوره دومش که تطبیق شدنش به فکرم سال گذشته انجام میافت، اگر خطا نکنم 47 یا 48 مؤسسه به همین شبکه نوری نخی پیوند گردید در شهر دوشنبه که اصلا خود این شبکه انتقال داده های شبکه دولتی انتقال داده ها می باشد. در 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان با پیشنهاد و پشتیبانی های مالی سازمان های مردم نهاد طرح دولت الکترونی را راه اندازی می کند. این طرح در ولایت سوق بیشتر اجرا شده و در دیگر ولایت و ناحیه ها در حال اجرا است. مهاجران چگونه در انتخابات پارلمانی شرکت خواهند کرد؟ در قلمرو روسیه که بیش از 1 میلیون مهاجران تاجیکستانی کار میکنند، تنها 3 حوزه رایدهی باز شده است. برخی از مهاجران میگویند تا امروز برای شرکت در انتخابات که 1 مارس برگزار میشوند دعوتنامه دریافت نکرده و دقیق هم نمیدانند در کدام یک از مناطق روسیه باید رای دهند. به اطلاع مهاجران میرسانیم که حوزه ها در سفارت تاجیکستان در مسکو، کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ و کنسولگری تاجیکستان در اوفا واقع شدند. رایدهی که در این 3 حوزه از ساعت 6 بامداد تا 8 شام 1 مارس دوام خواهد کرد و بلافاصله پس از ختم رایدهی اعضای کمیسیون در حضور ناظران به شمارش رای ها خواهند پرداخت. در انتخابات گذشته یک حوزه رایدهی در شهر سنت پترزبورگ نیز باز شده بود، ولی این باره چنین نیست. ماه‌های مارس و ایول سال 2014 قانون درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تغییر و اصلاح شده و بر اساس آن حوزه‌های رایدهی تنها در نمایندگی رسمی تاجیکستان در کشورهای خارجی باز خواهد شد. این مورد نه تنها در روسیه بلکه دیگر کشورهای اروپا و آسیا و آمریکا را شامل می شود. قسمت دیگری برنامه ما خبر در یک سطر. شهروندان تاجیکستان در ماه مارس 14 روز تعطیل خواهند داشت. محدودیت برقرسانی در تاجیکستان سر از امروز برداشته می شود. 3 شهروند تاجیکستان در مرز اوکراین بازداشت شدند. سرباز نجم‌الدین قیومов قصد خودکشی نداشت. نجم‌الدین قیومov سربازی که چند روز پیش از تیر زخمی شده بود میگوید قصد خودکشی نداشت.
این سرباز که اکنون در بیمارستان قریه بالا درمانی می شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت اگر قصد خودکشی می داشتم تیر را به سرم می زدم نه زیر منه هم. وی افزود هنگامی که автомат را پیش از سپاریدن به سلاحدار سنجیدنی شدم ناگهان از کلاشنیکوف تیر خالی شده به زیر منه هم برخورد. او با ایما و اشاره گفت که از خدمتش در ارتش شکایت ندارد. پدرش نیز در صحبت با خبرنگاری ما تاکید کرد که نجم‌الدین پس از درمان و بهبودی سلامتیش خدمت را ادامه خواهد داد. در همین جا برنامه ما به پایان رسید. خدایار و نگهدارتان باد.